وصل شدن افغانستان از راه ترانزیت به کشور چین. آیا افغانستان می تواند مستقیما به کشور چین وصل شود؟ پاسخ این پرسش در یک منطقه کوهستانی و باریک به نام دهلیز واخان نهفته است. یک نوار باریک در شمال شرق افغانستان که قرنها در نقشه های کمتر مورد توجه بوده، اما امروز یک از استراتژیک ترین نقطه منطقه تبدیل شده است. در این ویدیو و بررسی پروژه وصل افغانستان با چین از طریق دهلیز واخان می‌پردازیم از موفقیت و اهمیت جغرافیایی تا پیشرفت، چالش‌ها و هزینه آینده این مسیر تاریخی. دهلیز واخان یک نوار باریک است که در شمال شرق ولایت بدخشان قرار دارد. طول این دهلیز حدوداً 350 کیلومتر است و در باریکترین بخش تنها 13 کیلومتر عرض دارد. این دهلیز افغانستان را از تاجیکستان در شمال و پاکستان را در جنوب جدا کرده و مستقیما به مرز چین در استان سینگیانیک می رسد. در واقع دهلیز واخان تنها نقطه ای است که افغانستان را به طور مستقیم با چین هم مرز است، هرچند این مرز در ارتفاعات بلند و مناطق سختگذر واقع شده است. دهلیز واخان نه فقط یک گذرگاه جغرافیایی بلکه یک فرصتی برای افغانستان است. چرا؟ دسترسی به بازارهای آسیای شرقی، وصل شدن به چین یعنی باز شدن دروازه های مستقیم با بازارهای بزرگ و ترانزیت اقتصادی. راههایی از وابستگی به مسیرهای محدود دیگر. افغانستان فعلا از مسیر پاکستان و ایران یا آسیای میانه کالا وارد و صادر می کند. دهلیز واخان می تواند مسیر مستقل چهارم باشد. بهره برداری از پروژه های منطقه‌ای مانند کمربند و جاده چین. تقویت جایگاه افغانستان در اقتصاد منطقه‌ای و اتصال به دهلیز اقتصادی چین آسیای میانه. در سالهای اخیر حکومت افغانستان به همکاری برخی نهادهای داخلی و چینی طرحی برای ساخت سرک از فیض آباد بدخشان تا مرز چین از طریق دهلیز واخان مطرح کرده است. این مسیر حدوداً 297 کیلومتر طول دارد و از مناطق صعب العبور کوهستانی عبور می کند. بر اساس طرح، مراحل اول سرک سازی تا منطقه اشکاشام و سپس زیبک. مرحله دوم از زیبک به واخان و سپس به مرز چین. هزینه تخمینی ساخت این سرک حدوداً 250 تا 300 میلیون دلار برآورده شده است. مهندسان چینی و افغان روی امکان سنجی این مسیر کار کردند. در حال حاضر در برخی مناطق ابتدایی مسیر سرک ها خاکی و ابتدا ساخته شده، اما مسیر نهایی هنوز عملی نشده است. ساخت سرک در دهلیز واخان آسان نیست. چالش های زیادی دارد. جغرافیایی سخت و کوهستانی، ارتفاعات بلند، برف سنگین و خطرات طبیعی زیاد. نبود زیرساخت های قبلی، این منطقه بسیار محروم و بدون خدمات اساسی است. هزینه های سنگین، تأمین بودجه پروژه هنوز قطعی نشده، نیاز به نگرانی و سرمایه گذاری خارجی دارد. نگرانی های امنیتی و سیاسی. برخی کشورها از وصل مستقیم افغانستان با چین نگرانند. ملاحظات محیط زیستی. منطقه واخان بخشی از پارک ملی است. حیات وحش خاصی دارد.
چین در سالهای اخیر علاقمندی خود را برای توسعه این مسیر نشان داده است، مخصوصاً در چارچوب پروژه. اگر این پروژه دهلیز باز شود، چین میتواند بدون عبور از کشورهای ثالث مستقیما به بازار افغانستان و ایران و حتی در کشورهای خلیج وصل شوند. برخی منابع غیر رسمی نیز از سفرهای نمایندگان چینی به واخان و به بررسی پروژه خبر دادند. با توجه به وضعیت جغرافیایی و موقعیت استراتژی، اگر پروژه سرکسازی در دهلیز ووهان عملی شود، افغانستان میتواند دروازه جدیدی به دنیا باز کند. این پروژه ممکن است زمان بر پرهزینه باشد، اما در صورت تحقیق تحویل بزرگ در سیاست خارجی، اقتصادی و استقلال ترانزیتی کشور خواهد بود. این پروژه تنها سرک نیست، بلکه امید برای اتصال افغانستان به جهان است. ما و شما از بنادر مختلف دچار مشکل بودیم و هستیم. تا اکنون هم بازرگانای ما یا هم کسای ما که تجارت دارن به کشورهای دیگه صادرات و واردات میکنه، خب بالخصوص دمی بندر تورخم اکثریت وقت ما شما دمینجا مشکل برمیخوریم در چابهار مختلف که ما از میرای پاکستان یا بندر کراچی به افغانستان از چین صادرات و واردات تردید داشتیم که همش باعث از این شد که ما حالا فعلا بر زمین بندر که بندر واخان است اگر افتتاح میشه و هر چیز زودتر کار از این تمام میشه، از نگاه اقتصادی به افغانستان و مردم افغانستان و بالخصوص به تاجرای افغانستان میشه که یک پیامک خوب داشته باشه، چون ما از نقطه استراتژیک و از نقطه جغرافیایی یک کشورهای هستیم که به سطح منطقه و در آسیا جایگاه خوب جغرافیایی داریم که میتونیم از این طریق از بندر واخان و به کشورهای دیگه هم متصل شویم، چون این زمین را میتونن یا که یک مرکز تجارتی افغانستان باشه، هم به چین هم به کشورهای دیگه که از این را یا عبور و مرور میکنن دیگه، هم از نگاه اقتصادی برای ما بسیار زیاد سودمند تمام میشه و از نگاه دیگه که ما در افغانستان میتونیم که همی بیکاری و بیروزگاری و فقر و غربت همه چیز هم انشالله که از بین ببریم، چون اگه پروژه عملی میشه و عملا کارای شروع میشه ما در افغانستان تمام مشکلات از بین میره. دهلیز ووهان شاید در نقشه باریکی به نظر برسد، اما در واقع یک از عمیق‌ترین فرصت‌های اقتصادی برای افغانستان است. آیا روزی خواهد رسید که کاروان‌های تجاری از کابل تا کاشغر در چین و از طریق ووهان عبور کند؟ پاسخ این سوال در آینده نزدیک روشن خواهد شد. اگر در این ویدیو برایتان مفید بود، لطفاً کانال را لایک کنید، در بخش دیدگاه نظر بدهید و کانال امید در افغانستان را سابسکرایب نمایید. ما با هم میتوانیم صدای پیشرفت، توسعه و امید در افغانستان باشیم.